با سلام خدمت دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال فوتبال فنز. یک دهه بعد از خداحافظی سر الکس فرگوسن با منچستر یونایتد، این تیم بیش از 1 میلیارد و 300 میلیون یورو هزینه خرید بازیکنان جدید کرده. ولی با این حال اونا نتونستن در این مقطع رقیب واقعی برای به دست آوردن لیگ برتر باشن و اکثر هواداران این تیم سیاست باشگاه برای نقل و انتقالات رو دلیل اصلی عدم موفقیت میدونن. میرسیم به بررسی 10 سال نقل و انتقالات همواره غلط منچستر یونایتد. در زمان سرمربیگری سر الکس فرگوسن این سرمربی تصمیم گیرنده اصلی بود و کلیه تصمیمات اهم از جذب یا به فروش رسیدن بازیکنان با نظر مستقیم این مربی انجام میشد و این استراتژی باشگاه باعث شد که این باشگاه با توجه به نظر و سلیقه سرمربیان بعدی و با توجه به نحوه بازی مد نظر اونا و تاکتیکایی که مد نظر داشتن استراتژی‌های مختلفی رو در بازار در پیش بگیره و این موضوع باعث میشد که وقتی یک مربی اخراج میشد سرمربی بعدی تیمی رو به دست میگرفت که یا اعتقادی به بازیکنانش نداشت یا نیاز به تغییرات کلی تاکتیکی داشت و این جریان باعث شد که علاوه بر تحمیل هزینه‌های زیاد به باشگاه، شاهد نیمکت نشینی و یا حتی سکو نشینی خیلی از ستاره‌های موفق اون دوران در منچستر یونایتد باشیم. فصل 2013-2014 در این فصل که اولین و تنها فصل حضور دیوید مویس در قامت سرمربیگری این تیم بود، این تیم فقط با مرمون فلینی با مبلغ 32.5 میلیون یورو از اورتون باشگاه سابق دیوید مویس قرارداد امضا کرد، در حالی که گزینه‌های اصلی این سرمربی تییاگو آلکانتارا و یا سسک فابریگاس بودند. به هر حال در پنجره نقل و انتقالات زمستانی خوان ماتا هم از چلسی به ترکیب این تیم با مبلغ 44.5 میلیون یورو اضافه شد، اما در پایان فصل دیوید مویس با قرار گرفتن در رتبه هفتم و به دلیل نتایج ضعیف از این تیم اخراج شد. فصل 2014-2015 با استخدام لوئیس فان خال توسط مدیران منچستر یونایتد شروع شد و این مربی هم در ابتدای فصل نقل و انتقالات تصمیم به جذب آندر هررا با 36 میلیون یورو و دیلی بلیند با 17.5 میلیون یورو گرفت. اون سال همچنین لوکشا و مارکوس روخو هم جمعاً با مبلغ 57.5 میلیون یورو جذب منچستر شدند و در روزهای آخر پنجره نقل و انتقالات مدیران این تیم برای راضی کردن این سرمربی هلندی دیماریو را با مبلغ 75 میلیون یورو از رئال مادرید جذب کردند. منچستر یونایتد اون فصل در رتبه چهارم و بدون جام به پایان رساند و فصل بعد دست به خریدهای بیشتر زد و بازیکنانی مانند باستیان شوانشتایگر، ماتئو دارمیان، منفیس دپای، مورگان اشنایدرلین جمعاً با مبلغ 96 میلیون و همچنین سرجیو رومیرو دروازه‌بان آرژانتینی به عنوان بازیکن آزاد به جمع بازیکنان این تیم پیوستند و در آخرین انتقال اون تابستان منچستر یونایتد جذب 60 میلیون یورویی آنتونیو مارسیال رو از موناکو رسانه‌ای کرد. با اینکه ون خال توانست با این تیم جام حذفی انگلستان رو به دست بیاره، اما با قرار گرفتن در رده پنجم و عدم حضور در لیگ قهرمانان فصل بعد باعث شد که مدیران باشگاه تصمیم به قطع همکاری با این مربی بگیرن و جایگزین او جوزه مورینیو پرتغالی بود. جوزه مورینیو فصل 2016-2017 رو با جذب 2 بازیکن به قیمت مجموعاً 80 میلیون یورو شروع کرد. این 2 بازیکن اریک بایی مدافع ویارئال و هنریک میختاریان هافک آلمانی دورتموند بودند و با شکستن رکورد گرانترین بازیکن تاریخ جهان در آن مقطع پول پوگبا فرانسوی را با مبلغ 105 میلیون یورو از یوونتوس جذب کردند. و این پایان کار نبود. مورینیو همچنین با زلاتان ابراهیموویچ به عنوان بازیکن آزاد قرارداد امضا کرد. این تیم فصل در جایگاه ششم رده‌بندی به پایان رسوند، اما با توجه به قهرمانی این تیم در لیگ اروپا و به دست آوردن جواز حضور در لیگ قهرمانان فصل بعد توانست رضایت‌ها را برای ادامه حضورش در این تیم جذب کند. منچستر فصل 2017-2018 رو با جذب لوکاکو از اورتون، ویکتور لیندلوف از بنفیکا و نمانیا ماتیچ که سابقه بازی زیر نظر مورینیو در چلسی رو داشت شروع کرد و این بازیکنان جمعاً مبلغ 163 میلیون یورو برای این باشگاه هزینه داشتند. این تیم همچنین در پنجره زمستانی نقل و انتقالاتی الکسیس سانچز شیلیایی رو در قبال رفتن میختاریان به آرسنال جذب کرد و این تیم موفق شد که فصل رو در جایگاه دوم جدول به پایان برسونه که بهترین عملکرد این تیم بعد از بازنشستگی سر الکس فرگوسن به حساب می اومد. فصل 2018-2019 مورینیو این فصل هم دست از ریخت و پاش‌های خودش بر نداشت و با فرد برزیلی از شاختار دونتسک با مبلغ 59 میلیون یورو و همچنین دیگو دالوت از پورتو پرتغال به مبلغ 22 میلیون یورو قرارداد امضا کرد. اما با توجه به نتایج ضعیف مورینیو قبل از کریسمس اخراج شد و جای خودش رو به اوله گونار سولشایر داد. این سرمربی جوان نروژی که سبک بازی به خصوصی نداشت و اکثرا بازی تیمش رو مبتنی بر ضد حملات و سرعت فوق‌العاده مارکوس راشفورد میچید، تصمیم گرفت که برای اجرای سیستم مورد علاقه‌اش نیاز به بازیکنان جدیدی داره
و منچستر که اون فصل در رتبه ششم به پایان رسونده بود رو بار دیگر وارد بازار نقل و انتقالات کرد. این باشگاه برای فصل 2019-2020 دست به جذب دانیال جیمز از سوانزی با مبلغ 17.5 میلیون یورو، آرون ون بیساکا از کریستال پالاس با 55 میلیون یورو و همچنین هری مگوایر از لستر سیتی با 87 میلیون یورو زد. باشگاه منچستر همچنین با توجه به نیاز سرمربی در پنجره نقل و انتقالات زمستانی مبلغ 67 میلیون یورو برای جذب برونو فرناندز از اسپورتینگ لیسبون پرتغال هزینه کرد. فصل 2020-2021 که تحت تاثیر کووید و شرایط اقتصادی جدید قرار داشت، باعث شد که منچستر یونایتد هم محتاط‌تر هزینه کند. منچستر یونایتد با جذب دنی فندبیک از آژاکس، احمد دیالو از آتالانتا و همچنین دفاع چپ پرتغالی یعنی الکس تلکس با مبلغ 15 میلیون یورو و جذب ادیسون کاوانی به عنوان بازیکن آزاد، پنجره نقل و انتقالاتی کم سر و صدایی را پشت سر گذاشت. خب میرسیم به فصل 2021-2022. منچستر یونایتد این فصل رو با جذب 3 بازیکن بزرگ شروع کرد و این تیم موفق شد بعد از جذب 85 میلیون یورویی سانچو از دورتموند و همچنین انتقال 40 میلیون یورویی رافائل واران از رئال مادرید، کریستیانو رونالدو ستاره بزرگ پرتغالی را به مبلغ 17 میلیون یورو از یوونتوس جذب کرد. اما با توجه به اینکه این آخرین فصل حضور سولشایر در منچستر بود و با توجه به نتایج ضعیف، مدیریت باشگاه تصمیم گرفت که از ادامه همکاری با اون چشم‌پوشی کنه و بعد از اخراج سولشایر، رالف راگنیک به عنوان سرمربی موقت تا پایان فصل زمام امور را در دست گرفت. راگنیک که قرارداد 3 ساله‌ای به عنوان مدیر ورزشی باشگاه با این تیم به امضا رسونده بود، بعد از اینکه در مصاحبه اعلام کرد حال منچستر یونایتد بسیار وخیمه و نیازمند جراحی عمل قلب بازه، حداقل 14 الی 15 بازیکن باید از این تیم جدا بشن و با تغییرات جزئی شرایط تغییری نخواهد کرد، توسط مدیریت این باشگاه اخراج شد و این تیم یک بار دیگه فصل رو در رتبه ششم به پایان رسوند. مدیران باشگاه منچستر یونایتد تصمیم گرفتند که فصل 2022-2023 رو با به خدمت گرفتن اریک تن هاگ هلندی و بازیکنان جدید سپری کنند. این تیم بعد از جذب کریستیان اریکسن به عنوان بازیکن آزاد، آنتونی برزیلی و لیساندرو مارتینز مدافع آرژانتینی را هر دو از باشگاه سابق اریک تن هاگ یعنی آژاکس با مجموع 152 میلیون یورو جذب کرد و همچنین موفق شدند که با مالاسیا دفاع چپ جوان فاینورد هلند قرارداد امضا کنند. اما بعد از ابتدای فصل و تحمل شکست تغییرآمیز در مقابل برنتفورد، مدیران این تیم برای کم کردن فشار هواداران خیلی زود با هافبک دفاعی مطرح رئال مادرید کاسمیرو به مبلغ 70 میلیون یورو قرارداد امضا کردند. هرچند که تن هاگ اصرار زیادی به جذب دیونگ هافبک بارسلونا داشت، اما مدیران باشگاه موفق به جلب رضایت کاتالان‌ها نشدند. منچستر فصل قبل رو در جایگاه سوم به پایان رسوند و موفق به فتح لیگ کاپ شد. هرچند که با پرداخت بالغ بر 1 میلیارد و 300 میلیون یورو برای جذب بازیکنان جدید، منچستر مبلغ بیشتری نسبت به رقبای خودش یعنی سیتی، لیورپول و آرسنال هزینه کرده. اما این باشگاه نتوانسته که هواداران را به خواسته خودشون که قهرمانی در پرمیر لیگ هست برسونه. به نظر شما دلیل اصلی عدم موفقیت منچستر یونایتد در یک دهه اخیر چی میتونه باشه؟ لطفا نظراتتون رو برای ما کامنت کنید و اگه از این کلیپ خوشتون اومده این کلیپ رو لایک کنید و برای دیدن کلیپ‌های بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید.